قلعه چیه؟ مریوان؟ مریان پشت این تخته است. آقا آشکار هست همونی که میخواست سرمونو بباره ولی نباری. دست قطعان چقدره؟ بچه ها ما هنوز نرسیدیم از شهر هم، از روستا، از ده، از همه چیز زدیم بیرون. الان بالی شهر دیگه داریم یه کردشت از این ورش. میتونی با همین ماشین بریم به نظرتون؟ خدا رو شکر یه نفر گم میشه. تیره بشه نیست که سوزش اصلا برای تو پیش نمیاد؟ نه. چرا؟ اصلا کلوف تو. سلام، چطوری؟ روز زیباتون بخیر باشه. سلام. من اصلا کرم خودم نمیاد. اصلا کرمی اصلا داری اینجوری میشه. بچه ها ما قرار جمعه است. جمعه میدونید دیگه من تنها روزیه که میتونم عادل رو پیدا کنم. قرار رو بریم یه دشت خیلی قشنگ. فرزانه جون یکی از دوستام استوری گذاشته و منم که عاشق دشت و دمن دیگه برنامه‌ریزی کردم که بریم ولی بچه‌ها نمیتونن بیان به خاطر اینکه این جایی که ما داریم میریم اولین بار مسیرش هم زدن که جاده خاکی سربالاییه. بچه‌ها ماشیناشون نمیکشید. از اونجایی که ماشین ما خیلی شبیه وانت دیگه اینجور جاها رفتیم. حالا قراره بریم، امیدوارم که البته مشکلی پیش نیاد چون ما اولین باره که داریم این مسیر رو میریم. طبق معمول خودمون رو با ضد آفتاب بشوریم چون خیلی اینجور جاها دشت و اینا خیلی آفتاب شدیده و من که همیشه میسوزم. حالا به دست آره اینجا خلاصه اینطوری دیگه. قرار مریم امروز ما بیاد. من طبق معمول صبح زود بیدار شدم، کارمارامو کردم، الان دیگه میخوام حاضر شم و حرکت کنیم. این چیه میزنی؟ مثلا اینجوری نمیدونم بعضی میگم با این نباید اینو اینجوری بزنم. به دست اونایی که دست ندارم نمیتونن اینجوری کنن با اینجوری میکنن. دست ندارن یعنی چی؟ داره دستشون یه اتفاقی افتاد. نه بابا جان به صورت هم اینجوری میزنن. بده ببینم. این برکی هم به من میاد کجا. طبق معمول آخرین لحظه لاک بزنم. خیلی خوش رنگ و گوگولیه زودم تازه خشک میشه. کاپوشونو قهوه حق انتخاب نداری؟ من قهوه. البته کاپوشینوش هم فوق العاده است ولی الان قهوه رو ترجیح میدم. دست در نکنه. آره اون سری بچه‌ها داخل این یخ ریختیم بردیم چندین ساعت همونجوری یخ داخلش بود. ولی یه کلمن باید بگیریم عادل، لازم همون میشه. آره باید بکنم دستشه پرن شد. نه خب پرن شد. بیا سرد شده عادل. بخواستی چی کار کنی؟ خورم گاوبازی. بچه ها این همه کلا داریم حالا من نمیدونم کدومو ببرم. به نظرم این یکی بهتره. همه رو ببریم. یه پیراهنم از زینب گرفتم اون فکر کنم بهش میاد. رنگ لاکم هم عوض کردم. این یکی رو زدم مثلا رنگ لاک الان مثلا رنگ لاک عوض کردی یه دیگه با این کلا عکس گرفت. راست میگی. خب بذار همه رو ببریم بریم. به مریم هم دیگه پیام دادم گفتم داریم حرکت میکنیم. بریم میاد. خوشگله. بیار اونجا آفتاب زیاده عادل. فعلا که هوا خوبه. تا ظهر نمیدونم چه خبره ولی گرمه ها. خیلی خوبه. نه امروز اصلا بی باد خونه که میاد هر روز دیگه ما سرگاه میگیم خیلی گرمه است. دیروز خیلی گرمه. ابرم تو آسمونه فکر کنم اونور چون ییلاقی هم هست. آره شاید نمیدونیم بچه‌ها. این مسیری که میخوایم بریم اولین باره که داریم میریم ولی فقط شنیدم که خیلی خاکی و سربالایی داره. حالا بریم ببینیم چه خبره. آره خیلی خوبه. ماشین خوبه.
زودتر رسید بگیره. جامون هست نفیر ممکنه میره نوبا داشتی اون باشو بس دیگه زنگ نمیده بزنیم اصلا اون کنار رو زده. ما این بر میخوایم از کمربندی بریم که میانبر زده باشیم زودتر برسیم. طبق معمول رسیدیم سوپرمارکت رضوانشهر. جای بچه ها خالی، همیشه اینجا درگیر این بودیم کی چی دوست داره برداره. طبق معمول عاده تخمه داره برداره. میگن زیاد خوشمزه است ولی تخمش خیلی خوشمزه است. نه تخمش خوشمزه است، سوشش میگن زیاد جالبی. منتظر مریم رفته بود نون بگیره، ما هم یه سری خرت و پرت بگیریم و دیگه حرکت کنیم بریم یه سمتی صبحونه بخوریم. یه کم کم داره گرسنم میشه. خب ببینیم چی داره رو ویترینش. نوشابه گرفتم آره ولی آبی و اگه میخوای برم آبم میخوای. من زیاد آب میوه‌ای نیستم، معده‌م یه جوری میشه. برای خودت بگیر. من خیلی حالش نیستم. این ولی فکر کنم باحال باشه. اینو بپرس چنده؟ هم دلستره. این شامپاین اسلامی بدون الکل. یه چیزی احتیاج نداریم. یادم باشه باید مکرانی بگیرم برای خونه. الان نه دیگه. آب یخ نداری نه؟ اینجا چی داره؟ کالباس نمیخوای برای صبحونه؟ این بسته بمیده دیگه. این هم بکنم خوب باشه. میخوای اینو بگیریم؟ سلام بچه ها، خوبین؟ خوشین؟ چطورین؟ داریم میریم جمعه اول سال. ساعت چند بیدار شدیم؟ من که ساعت 6. آره من 6 بیدار شدم. و این کجا داشتیم میرفتیم؟ شکردشت، باغ گل. هر هفته یه باغ گلی رو باید بد کنیم دیگه. دقیقا منم امروز همینه گفتم به بچه ها. بده من. تو چرا اینقدر وسیله آوردی؟ من گفتم نمیارم. اینو بده من. تو خیلی سنگینه. اینو بده من. سنگینه ها. نونه رو دستم گذاشتم. ببین نونه رو اینطوری گرفته بودم. من خانه‌دار نیستی، آدم همیشه باشه آورده بودم. پارچه‌ای، خلاصه ساکی، زنبیلی. نه آورده بودم ولی نبرده بودم با خودم توی نونوایی. ببین من زن بی‌ورزه‌ای نبودم. چه فایده خود دیگه. آره بابا جاش خوبه. بریم. بربریش تموم شده بود. سنگک گرفتم. سنگک رو دوست داری؟ تو راه بود. من گفتم اگه ما دیرتر رسیدیم تو بگیری معطل نشی. نه بابا طرف ما اینجا باز بود. برو داخل بذار پشت مریم. اگه میشنم پشت دیگه اونجا سختت میشه که. خب اینا رو بادل میذاری؟ سنگینه ها. اونو بذار داخل، اونو بذار داخل. ماشین چرا اینقدر کثیفه؟ از این بازار گل تو باریده. چایی هم میخوای بذار دم دست بذاریم داخل. میخوای اون چایی دم شده است؟ واستا دم شده؟ نه فقط آب جوشه. بچه ها ما ایسته بازرسی ورودی سوباتان. آره دیگه سوباتان میشه. آره اینجا گفتیم سوال کنیم ببینیم که از همین سمته. گفتم شکردش این سمتیه. یه نگاهی به ماشین کرد لبخندی زد و گفت آره ولی با این ماشین نمیشه. گفتم واقعا؟ گفت آره. اولی رو گفت سرا سمت راست.
خلاصه چی دیگه نمیدونیم میتونیم با این ماشین بریم یا نه. بعد به ما گفتش که آفرودا رو نگاه کنید، هر سمتی رفت نه شما هم یعنی ما آفرود سواریم الان. حالا بریم ببینیم واقعا میشه. اگرم نشد دیگه زورکی نمیشه که دیگه مسیر جوریه که شاید واقعا نتونیم بریم، یه جا میمونیم. حالا امیدوارم ولی بتونیم بریم بالا تا اینجا که اومدیم ولی مسیر همین مسیر هم خیلی قشنگه. فکر کنم اینا هم میخوام برن شکردشت. این وانت از کی تا حالا جلوی ما میخوای بهش بگیم ما رو ببره بالا، بارو بندیلمون رو بذاریم. دیدی؟ بهش بر خوب. خوبه اینجا یکم خنک هم هست. شروع خاکیه، به ما گفتن حدوداً 20 کیلومتر خاکیه. حالا بریم ببینیم تا کجا میتونیم بریم. اینترنت داری؟ نه نقشه رو زدن میام همه میگن افتضاح. باگردید مثلا اینا با ماشین چیز اومده بودن که شخصی اومده بودن، همکارم اینا با ماشین شخصی پارسال اومده بودن، میگه سیل زده بود، خیلی افتضاح بود جاده. آره بارون باشه سخته. آره ولی تا آخر رفته بودن. بعد میخواد سوال کنیم حدی ببینیم از سوال کنیم. ببخشید شکردش از این برش میتونی با همین ماشین بریم به نظرتون؟ خدا رو شکر یه نفر گفت میشه. سواسان نمیتونی بری جان سواسان نمیتونی بری. سواسان نه، همین شکردش. دستتون در نکنه. مرسی. آبه بابه بکنم یادش درست کردن. حالا خدا کنه که خوب باشه این همه را اومدیم به ذوق اون دشت گلها. بگو ای یار بگو داره میری. عادل حالا میگه شبای اون قرمزا. تا حالا آدم نمیدونست. تا حالا نمیدونست. من خوشم نمیاد. منم خوشم نمیاد. به خاطر اون این همه جاده میرم بالا. به خاطر عکس دیگه چیکار کنیم؟ این مردم به خودمون دیا پره بابا. ای خدا. این دقیقه نیما میده من فکر چقدر از اون بالا بدم بیارم. آره بچه ها به یه دوراهی رسیدیم زده این و شکردشت. تا الان که جاده بدک نبود، سربالایی بود، خاکی هم بود. ببینیم این وری چجوریه. ماننده راضی بود. خیلی شاله شده داره. شبیه رزه نبود تا اینجا تقریبا. اون ولی با ساخته بوده. کدوم بر؟ رزه ساخته. وای آدل اینجا آره دیگه داره خیلی بیشتر میشه. آره خیلی بیشتر. خدا رو شکر با موفقیت رسیدیم. مریم این برا نگاه چقدر خوشگله. خدا دوستان کوهستانی اسب و سرا شکردش نوشته. خوش آمدید بچه. حدوداً پرسیدیم دوباره، گفتن یه 10 دقیقه دیگه میرسیم. پشت این تپه دشت شقایقه.
جاده همه همینطوری بودا. جاده اونجا خیلی بهتر بود. نبود. چند چهار جوده اینطوری داشت دیگه. رضا اینطوری نبودم. هیچ آفرودی هم ما ندیدیم تو را. خوب بود نگهبانه گفت که پشت آفرودا بریم. آفرود کجاست؟ چقدر خوشگله. بیشتر از آفرود چقدر خوشگله. خنک شده. آره خدا بشون خنک هست. باد خونه آفتاب این کار اینجا دو گوشت داره میرسه. اوه من استرس گرفته بودم. اینجا هم از این مدل ماشینا هست. وای مریم اینجا رو ببین. یه ایداغشون جان. الان ماشین ما رو ببینم میگه اینا چه روی دارن اومدن تا اینجا. ولی شقایق نمیبینم. آها ماشین هست. خیلی خوشگله. بهشته. ازینم بپرسم. من نمیدونم اون شقایقا کجاست. پشت این چقدر چاقن گوسفنداشون. آخه خوب علم خوردن دیگه. اینه گوسفنداشون خوشمزه هست گوشتاشون. برای جان براتم. یه چی اگه کنم یه بیا رد شو. اینا رو ببین بده ها. همه رو یه سریال پشت بانه سر. آخه بده آها اون ماشین خراب شد. خب بریم مادر بریم فکر کنم. اینو میگن حالا چرا مونده ما رو نگاه بچه‌ها این موتوریه به ما گفتش که راهو بهتون نشون میدم. ببینیم این دشت کجاست چرا نمیرسیم ما. حالا میگه 20 دقیقه نیم ساعت. او هر کی یه چیز میگه. یه نفر میگه 10 دقیقه یه نفر میگه 20 دقیقه یه نفر میگه 30 دقیقه. با موتور حساب میکنن. با موتور ماشین داره مگه. آقا پسر وایسا کجا میری؟ بنده خدا راهش نمیدونم اینور بود نبود. نه دیگه داره میره تفریح دیگه. چه تفریحی تو این آفتاب علتش. ببین مرامشو نشون داد. آره گفت اینجایا خیلی با من آسم بلند خفشم بوجوده باره. خوکم هست آقا. من هیچ گلی نمیبینم بچه. اگه این همه راه اومده باشیم ما شقایق نباشه چی؟ پسر گفت دیگه زمانی اومدین که تموم میشده. داره بررسی میکنه. باهای شوخی میکنی. آقا گل بنفش هم نیست. یه ذره هم اومد همیشه 14-15 خرداد هست دیگه الان بگی چند روز گذاشته؟ چندومی؟ نه بابا هفته پیش چیز اومده بود فرزانه اومده بود. ببین داره اینجا باید باشه دیگه هیچی نیست دیگه تو این دشتا باید باشه. الان خودمو گله در میگم. تو باتون چقدره؟ بچه ها ما هنوز نرسیدیم. از شهرم از روستا از ده از همه چیز زدیم بیرون. الان بالی شهر دیگه داریم خوشگله ولی از هیچ چیزی دیگه به من واقعا نزدیک نیست. میگم این چند تا دو نزدیک بزنه اشاره میکنه به این. آبگیرشو ببین چه خوشگله. آره دیگه شقایقا تموم شدن دیگه. ببین چیزاش مونده فقط. نگاه کن اینجا همه پر بوده دیگه. چه رویایی بود اون صفحانه. چه قشنگه. خودم ما رو ببره بدازه واسه ما رو پسر آره نه به قیافش نمیخواد. به ما خوبی نیومده حالت. بنده خدا داره کمکمون میکنه. اینا میگن میخواد سرمونو ببره. این
گفتم یه ایجاده بود واسه به کردستان. دقیقاً منم یاد اون افتادم. این خوبه خبره. باز اینجا اینجوری سنگ پنگیه، اونجا اصلا ریگ بود، اصلا بیابون بود. خیلی درستم بود. این سبیه فیلم های ترستان بود. فیلم های جنایی بود. چقدر باحال بود. چرا خیلی اینجا قشنگه؟ شقایقی در کار نیست بچه ها. شاید باورتون نشه بنده خدا این همه را ما رو آورد، بعد دیدیم که هیچ شقایقی در کار نیست، اصرارم میکنه بریم خونمون. با سرتون رو ببرم گفت بیای خونمون مثلا جای استراحت داریم. گفتیم نه ما فقط اومدیم در حد اینکه ذره عکس بگیریم و نهار بخوریم و برگردیم. اصرار کردش که بریم خونمون دیگه، حالا داریم باش میریم دیگه. آره با محبتن. خدایی شنیده بودم که خیلی آدمای با محبتی داره. حالا میریم یکم اونجا میمونیم استراحت و ذره عکس و اینا که مسیر رو برگردیم، چون خیلی طولانی، خیلی خاکی، سر بالایی سر پایینی، جاده هم که داغون. شقایق هم گنه ولی گلای بنفش هست. یه ذره از سالم قلبم بود. آره ولی ایراد نداره دیگه. عادل متنفر شد از گلای شقایق. متنفر بود دیگه، بیشتر شد دیگه. حرف شقایق رو بزنم اینجوری میکنه منو. سال دیگه میای؟ آره شاید سال دیگه به موقع برسیم. نه بابا مثلا بریم دیلمان بابا، دیلمان. من با این جاده مشکل داشتم، نه با هیچی. من فقط با این گلا مشکل دارم. خدایی خیلی باصفاست، خیلی خوشگله. چند تا شقایق از همینجا بکنیم حداقل. نه بابا برو بابا، 4 تا دونه به چه درد ما میخوره؟ 4 تا دونه دردم نگیره من شقایقو. خیلی رویایی و خوشگله. حالا پرو بهش میگم حداقل گل تو خونتون دارین که ما داریم میایم عکس بگیریم دیگه. آره گفت حیات است. دوست هستم با این گوسپندا آره جاده بدیم. آره گم نشی. آخه نیومدیم از اینجا. درها رو ببین پسن قلیا. گم نشیم حالا. گفت بر خودتون منم پیاده رو برینیم بر دیگه. وای عادل این خیلی جادش داغونه. همین آفرود این حال میداره کج میشی. الان این آفرود نیست عزیز دلم، تو رو خدا با 2 تا چرخ برو. آفرود کویر می بود اینجا. اینو با حتما آدم یه شب بیاد بمونه. ارزشه. آخه نه شما کار نداریم مگه؟ ما در حد امروز فقط غذا آوردیم، گرسنگی میمیریم. خریداتون اونجا انجام آره الان نه که بره. بعدا آره ولی نه پاییز جادهش دیگه چیزه، بارون خورده. اون موقع من آفرود خریدم. الهی ما آمین. خیلی چیزا برنده شدیم. همسترامونو بچه‌ها سکامونو بفروشیم. آره با هم دیگه می‌خوایم یه آفرود بخریم. بنده خدا دستش واقعا در نکنه. میگن آدم‌ها خیلی با محبت و مهربونی ان. سالش اصرار اون. خلاصه این چیز گفتم هزینه‌ش هم هر چقدر باشه. گفت نه این چه حرفیه. خلاصه به ما گفت بیام بریم داخل چون هوا خیلی خوبه. اومدیم رو ایوون وسایلامونو گذاشتیم صبحونه بخوریم بعد بریم حداقل با این گلای بنفشه عکس بگیریم دیگه. من یه خلاصه می‌بینی خیلی قشنگه این ور. اصلا تو ویو روبرو رو نگاه. خیلی خوشگله. ولی فقط این فکر می‌کنم من نمی‌تونم بازش کنم. الان تو می‌تونی؟ چی رو؟ آها باز کردم. منم حالا خیلی خوشم میاد. نه ترکی. خیلی خاطره خوبی ازش دارم. روشنه. روشنه؟
همون قبلیه ساده؟ کدوم؟ همون که گازش خالی میشه؟ نه مال خودمون. مریم زحمت کشیده گوجه رنده کرده. ولی چقدر زیاد مریم. همه این تو جا نمیشه، کم بریزن. هر چقدر که فکر آره دیگه. دیگه صدا. شاید هم گذاشتم یخ بسته به خاطر همون. ولی نه پر بود باز شد. نه زیاده اینقدر. خواهی. این دیگه بذار حیفه. اصلا اینجا دیدم اصلا دلم بالا اومد. چه هوایی چه منظره. ویوره. بول. چه خاکی. وای عادل اومد تو حیاط. چجوری میخواد بره بیرون؟ آقای خودش باید بره بیرون؟ چجوری باید بره بیرون؟ سرگردانم شده. وامدارم شدیم آقا. بگم حمله میکنه به سمت من. بساط صبحونم بعد ستاره و تو این بریزم بعد تو سبد بذاریم یا همینطوری؟ نه اونجوری تو سبد بذار. نونو مثلا قیچی آوردم داخل اون بذار. علفه؟ چی شد؟ یه ذره اونورتر بذار. بچه‌م خانم چوپانه ببینید. گوسفندا رو این بر میبره اون بر میبره. دیگه چیز شده؟ آره شکسته ایراد نداره بابا. چه گوشولی داره ما بزرگاشو برداشتیم حالا تخم مرغ. مامان دیروز داشت میگفت چرا مرغا تخم مرغاش انقدر شدن. گفتم پیر شدن شاید مادر من. ما بگیرم بریم دیگه مرغا هم میدونن دیگه بس خراب اینم تخم مرغ کوچیک میذارن. چیشه برمی‌داری؟ پوست میفته پوست. آها. برداشتی؟ نمیدونم. نه اینو دو سه زارم تو گل لاله نه شقایق بیلاوارز اینجا هست. این همه رو کوبوندیم شقایق ببینیم. خود مردا بیشتر از این شقایق داشت. ولی اینجا خیلی بزرگ آره لباست کثیف شد باز. من همیشه میخوام بیام اینجا طبیعت من همین سیبیل میپوشم مثلا که کثیفش کنم. قصد نیتی صفا باشه. خیلی عمیق بوده من چه خالی میده. برم صابونه بزنم بعد بریم مراسم عکسگیری. رعد و برق شروع شده، مه گرفته، میخواستیم عکاسی بکنیم. یاده تو این گل پر تیغه. گله یعنی یه نوع علفه، گندم نیست. آره صدای دو مارزنگی میده. دقیقا راست میگی. آده جان آفتاب نبین رعد و برق حالا من خیلی خوشم میاد. اصلا پیدا نیست چیزی در چیک ثانیه ای. یعنی 2 دقیقه هم طول نکشید. چرا داره گل میکنی تو زمین؟ آها سیب زمینی. زمینیه؟ آره والا چون مامانم کاشته
سیب زمینی ها اینجا خیلی خوب میشه. اون سیره. آره اون یکی سیره. نه سیره. اینا آره سیب زمینی کوچولو. جالب. کندن سیب زمینی هم خیلی دوست دارم. وقتی میکنی هی بچه داره پره باحاله. نه سیب. الان نرسیده نه؟ بر ما رو مامان دیروز یه چند تا دونه کنده بود. اینجا گل بچینن. اینجوری پیش بریم که بچه‌ها دنیا رو گرفت. آره هیچ معلوم. اینم میز صندلیه. استوریایی که می‌خواستم بگیرم. گوسفندامون دیگه معلوم نیستن. گوسفندامون بیرون بذار. میرفته بلند بکن دیگه ستار. ولی چقدر خنک شده. من تازه کلی ضد آفتاب به خودم زده بودم. بریم از اون ور بچینیم. سخت داره. چقدر مه داره سریع میره. سریع نکن تون. همینو کم داشتیم که شارژ گوشیم تموم شه. بچه‌ها بالاخره بارون گرفت. آفتابو دوست داشتم. الان که ببینم ای کاش آفتاب بود، چون جاده خیس میشه، ذره رانندگی خطرناکه. ما بساط عصرونه‌مون رو داریم حاضر میکنیم. بعدش هم بریم بذاریم دم بیاد. اگه گرسنمون نبود تو راه بعد یه جا بمونیم غذا بخوریم. ولی سیل بارونه. سیل بارون چی؟ ها؟ این شدیده؟ آره خوبیه؟ نه شدیده دیگه. 2 دقیقه زیرش بودیم خیس آبیم. اینجا چی بذارم؟ بکنم الان بند میاد. الان آسمون داره وا میکنه. رفتی نداره البته. شکلات نداری؟ چرا خودی شکلات می‌خوام بذارم. نمی‌خوریم که. این همه شکلات. درسته نمی‌خوریم ولی خب برای زیباییش میگه. مال عکس و عکاسی. بارون اومد. هوا تمیز خیلی قشنگه. 2 نفرم دارن میرن. عاشقانه دارن میرن. ای قربونتون. خیلی قشنگه. خیلی. وای میشه. یه اسب پیدا کرد. کلا اینجا موتور سوار خیلی زیاده. با موتور فکرم خیلی راحت تر میتونن بیان. بچه‌ها اما برنج دم اومد، ولی چون دیگه گشتمون نیست میخوایم موقع برگشت بریم. آره اینم آقاش آقا آشکار هست، همونی که میخواست سرمونو بباره ولی نباری. دستش واقعا در نکنه. انقدر مهربون، مهمون نواز، دیگه نگم براتون دیگه. تازه برامون بچه‌ها سیرم از باغچه‌شون چیده که با غذا بخوریم. دستش واقعا در نکنه. قربونتون برم دستتون در نکنه واقعا. تازه شماره‌ش رو گرفتیم، قراره هر وقت که فصل اون شقایقای لعنتی شد به وقت بیایم حداقل عکس بگیریم. بچه‌ها دارن وسایل رو جمع میکنن. دیدید دیگه یه دور بارون اومد، بعد رعد و برق شدید، ولی الان هوا هم آفتابیه هم ابر داخل آسمونه. خلاصه که محشر واقعا کیف کردم امروز. دست آقا عادیلم درد نکنه، خدا بهش خیر و برکت بده. ما رو آورده ما رو برده. دست آقا آشکارم درد نکنه. عادیل. من یه برادرزاده دارم، هر کاری ما میکنیم براش، مثلا هر کی هر کاری میکنه میخواد از طرف تشکر کنه، بعدا میگه دست آقا عادیل درد نکنه. آره آقا عادیل همیشه همه رو بس میکنه با آقا عادل.
آدر پکنیک رو خاموش کردی فقط؟ ساعت چنده؟ نچه نزدیک همون ساعت 4. یه عکس هم برام بگیرم. آره یه عکس بگیریم. چه میخندی؟ کیف کردم دیگه. کیف. جای همگی خالی واقعا. به قول مامان جای دونه اسم ببر مال من ببخشید. خب جای همه آره. واقعا همه. یعنی کاش آدم شرایط داشت وقتی اینجور جا می اومد میتونست همه رو بیاره، ولی جاده وحشتناک داغونه، با ماشین مدل بالا نمیشه. یه ماشین هم باید باشه که فقط این چی میگن راست دیوار رو بره بالا مثل ماشین عادل. اگه احتیاج نداری بذار، ولی اون آب و اون یخ رو بذار داخل. بیم آبم بزن توش بقیه‌شو. خیلی خوبه این. مثلا اینجا ما اصلا معرکش نشده. ببین حالا تازه عادل کلی توش آب ریخته بود. آره تو هوای به حرکت. عادل یه این شیشم تو نمیتونستی پاک کنی؟ بهتر شد. بچه دیگه فکر کنم اشکان میخواد ما رو ببره سرمون رو ببره. اینجا این جاده رو نیومده بودیم، جادهش خیلی داغونتر البته ولی خیلی خوشگله. آخه داشت سیر میخورد بکنم جلوتر ولی جاده هم گفت صاف میشه. آره آسفالت. آسفالت میشه. این فکر کنم جاده گاواست. آره واقعا پر گاوه. شقایق هم اینجا بیشتره. آجا بزرگی شقایق اینجا. 4 تا دونه شقایق اینجا بیشتره. آنتن هم دارم اینجا چون داره SMS میاد. خوب شد خوشگله. خدا بهشته بهشت. وای شوخی میکنی واقعا؟ ها؟ آها قلعه اونجاه؟ اونجاست. اونجاه. ولی خیلی دوره. نه سخته بابا. میگیره همونجا گرفت که. بچه اون قلعه آدر یه کم بیان این برتری. اون قلعه چیه؟ مریوان. مریان پشت این تپه است. آها اونجا چقدر خوشگله این. از اون بالای کو کل اون نه نمیریم. کل اون شهر معلومه. بریم خیلی قشنگه. مرسی. ولی خیلی خوشگله. آره خیلی خوشگله. چه جایی داری تو؟ آره اینگاه خط چشم کشیده. نگاه کن علی چی؟ این چشم چشم داره آره حرفا نشاده. خط چشم کشیده بود. وای خدایا واقعا شکرت واقعا. یعنی لذت بردیم امروز ما. آفرویدا میگه ما اومدیم اینجا 400 سمندم داره میره. آره اعصابشون الان خورده. نگاه کن چقدر شقایق زیاده. آره اونجا بچه یه پیچ شقایقی داره. کوچه شقایق ولی خب زیادم نیست واقعا. از نزدیک شاید بیشتر باشه. خیلی قشنگه اون. ببینیم دیگه تمام دوستان. هرچی پایین تر داریم میریم جاده خیلی بدتره. اون بر عالی بود. اگه ما از این جاده قرار بود بیایم مطمئنم پشیمون میشدیم. اشکان وایسه بپرسم چقدر مونده. آره ولی آروم برو. بارونم خیلی شدت گرفته. میرسیدیم پایین آسفالت. ولی جادهش واقعا داغون بود. بذار اشکام بره. آره که سر خورم نه با جونشون. اما سمنده از اون بریم. آره سمنده جایی که 4 کیلو بیشتر داره باید از اون بریم. خود اشکان آره آره سره. چه بارون درشته. بچه ببینید واقعا جادهش داغونه ها. الکی نمیگم ها.
ای چه بیوره چقدر ولی قشنگه بیوره وای یا علی یا عبرفه خیز شد الهی ببینم. آره من جاده رو به ما نشون بده. انسان خوب الهی که آب بیاد یاره همیشه آدمای خوب تو مسیر زندگی خودشم قرار بگیرن. نمیدونم امیدوارم که از اونجا نخواهیم رد شیم. ببین سمنده چی کار میکنه و دلم همون کارو بکن. بچه بارون رو ببینید آخه اینجا خیس شد اینقدر زیاد. همون بیاد ببرید بکنم. آره دیگه آروم برو ولی آده همینی که سیل زده میگن. این برای ببین آسمون رو ولی داره بارون میاد خیلی زیاده. برم چجوری میاد شاید خیلی اونجوری نیست. عمیق نیست. آب خیلی خوشی به امید خدا رد شی. اگه این بارون یکم بالاتر بود فکر نکنم به راحتی میتونستیم بیایم ما. خیلی سوره بابا. جادهش خیلی بد بود. این یکی آروم بود. بچه ها شاید باورتون نشه ولی ما هنوز تو جاده ایم. این مسیر تموم نشد. خیلی راه طولانی تر بود. جادهش هم خیلی داغون تر بود. این برم دیگه آفتابیه دیگه. هوا گرم شده آفتابیه. بارون هم رد کردیم. دیگه آسفالت مسیرمون طولانی شد. یاد جاده چیز انداخت. جاده تارو. آره از سردش داشتیم برمیگشتیم تموم نمیشد اون جاده. گلی هم پیچ داره دیگه. آره پیچ با پیچ اصلا خیلی وحشتناک. آره خیلی مثل کوهان میدیدی انگار مثلا دم با این گروه دیدی تموم نمیشه. آدم فکر میگه اشتباه اومده. همینه میگه. بچه فکر کنم به اون چیز رسیدیم. به کدوم؟ پایینه ازشون سوال کردیم. امیدوارم. جاده تارو دقیقا همینه ولی بیا خوش اومدیم یه جا بشینیم غذا بخوریم که اونم پر پشه است. پشه عرض میکنم که پشه خیلی زیاده بابا. کاش جای بهتر رفته بودیم. واقعا گرسنمون شد از اون جاده ملعون. خلاصه نجات پیدا کردیم اومدیم جاده گیسو ولی هم سر و صدای ماشین هم پشه رسوا کرد ما رو. نهار دیگه بخوریم و حرکت کنیم به سمت انزلی. عاده داره پشه میکشه. خسته نباشی برادر. خسته هستیم پشه هم دارم اینجا دیوونه میکنم من. خسته نباشی واقعا. حساسیت داریم پشه. یه من میگم باید پشه بدم میاد پیشانی من رو خوردن. گوش من دادم بابا. اوه صدا داری. من این میدونستم واقعا گرسنمون نمیشه تا الان دیگه نهارم آماده نمیکردم. میگفتم از همین بر بریم دوران کباب بخوریم. این پلو میادی به مردم کباب میخوریم. چیکار می‌کردی؟ پلو میادی به مردم کباب آخه نه درست کردن دیگه. تو میتونی اینو برگردونی. من این عطر لوبیا پلو منو کشته. انقدر تو ماشین عطرش بر من اومده گرسنم شده. لوبیا پلوهای محشر ستاره فود. سیرم میخوری درست کنه؟ بخوریم. بابا این پچه ما رو رسوا میکنه.
صدا به چسبیدن ها، صدا به پا چسبیدن با انگشتای پا. چیکار کنم دیگه؟ نونه دیگه نه؟ جان؟ نون بود؟ آره تحریکه؟ آره تو اون نون بود داده. قرار شده بود که بلند شیم، وسایل رو جمع کرده بودیم که بریم به خاطر پژا دوباره گذاشتیم دیدیم فقط بخوریم. رسوا شدیم رسوا. همونجا تو اون طبیعت بکر غذامونو می‌خوردیم. آره. هر جایی که درخت باشه فکر کنم پرچم باشه دیگه. پس همه جاست. آره این فصل دیگه نسوخته برشته شده. اون آخه میدونی مشکل من بود به خودش هم نمیذاره. یه بار عادل زیاد کرد، یه بار من همه دیگه جمع کردم ببرم. بیا مریم بزنیم. آره اوه من فلفل دیگه آدم رفت بیارم بس. چه پشایه آشغالیه کاریه واقعا آشغال. هنوز گیری نمیخوری که جمعی بس بیا ده باش دعوا داره. لیمو چرا اینقدر دونه داره آخه؟ آره لیمو کوچولو خیلی دونه دارن. بیا دیگه مریم. ببین بچه‌ها چقدر اینجا رو آشغال ریختن، چقدر افتضاحه. نمیدونم چطوری آخه مگه میشه. آشغالای خودمون از اینجا آوردیم. همینو بگو ما آشغالا رو آوردیم اینا. من میدونستم خلاصه عادل یه راه حلی پیدا میکنه. راه حل داره خدایی. حالا بده منم به خودم بزنم. به سر صورت اون بزنی، صورت همه رو خوردن. بیا همینطوری به باشه. آره تو چشت نزن. به منم بزنم. این سیر محلی بچه جاتون خالی. بیا پلو هردیکش هم که دیگه سوخته. نه بابا این خیلی خودشون سوزوندن میگن عالیه تحریک. سوخته دیگه من اصلا اینجوری خوشم نمیاد. من اصلا تحریک دوست ندارم. خب چرا اعتراض میکنیم؟ ما میخوریم خوشمون میاد. بذار منم یه ذره به سر صورتم بزنیم پشه‌ها تا من نخوردم. نخوردن جلو صورت. حالادم بخور. از لباس هم میزنن. از لباس هم میزنن. چاقن چاق. چطور لوبیا پلویی خیلی خوبه ستا. البته سرده دیگه اونجا خوبه خیلی باحال. دم کردیم الان دیگه زن سرده. من این خیلی دوست دارم. هرچی من میگم اینا برعکس میکنن. تعریف میکنم از من چی کنیم. دوستان غذامونو خوردیم. این پشه ها رسوا کردن ما رو. یعنی خدا رو شکر عادل حواسش بود این اسپری پشه رو چند وقت پیش گرفته بود. خیلی هم به کارمون اومد. من مال خودم استفاده نکرده بودم گذاشته بودم داخل ماشین. عادل یادش بود و دیگه آورد به خودمون اسپری کردیم با خیال راحت نهارمون رو خوردیم. جاتون واقعا خالی. خیلی امروز خوش گذشت. همه چی عالی پیش رفت جز اون جاده که موقع برگشت خیلی اذیتمون کرد و داغون بود، واقعا داغون بود. و این پشه‌ها که آخرین لحظه دیگه خون ما رو داشتن میمکیدن. آره عصبانی شده بود چون خودش رو میزن ما رو میزن. خلاصه اینکه خیلی ولی خوش گذشت، خیلی عالی بود. امیدوارم که شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین، حس خوب گرفته باشین. مرسی که مثل همیشه همراه منین. اون عزیزایی که تازه وارد کانال شدن ممنون میشم برای حمایت. ویدیوهای منو لایک کنن، سابسکرایب کنن و ما رو به دوستاشون معرفی کنن. حمایت یادتون نره عزیزای دل. لایک و سابسکرایب. آره دوستتون داریم. تا یه ویدیو طبیعت کردی دیگه. خدا نگهدار.